بهترین خلق الله و بهترین مرد تاریخ محمد صلی الله علیه و سلم. لحظه های آخرین رسول الله صلی الله علیه و سلم. سال نهمی پس از هجرت بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع که یگانه حج فرضی نموده با یارانش بود رو به اصحابش نموده واسه می گفت و این آیات مبارک هم نازل شد: امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمتهای خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چونین آیت به گوشش رسید و به گریه در آمد و به او گفتند: چه چیزی تو را به گریه آورد ای ابوبکر؟ این آیت هم مانند آیت های دیگری هست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل می شوند. ابوبکر الله از او راضی باد گفت: این خبری فرارسی مرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. محمد صلی الله علیه و سلم به سوی مدینه برگشت و 9 روز قبل از وفات بود که آخرین آیت از قرآن نازل شد. از آن روز که بر سوی الله باز می گردید بیمناک باشد، هر کس را پاداش عملش به پرگی داده می شود و ستم نمی بیند. پس از نزول این آیت مبارک بود که اثر رنجوری و دردمندی در چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا گردید و گفت: می خواهم به زیارت شهیدان احد بروم. صلی الله علیه و سلم به سوی آرامگاه شهید گشتگان غزوه احد رفت و بالای قبرهای یاران شهیدش ایستاد و گفت: سلام بر شما ای شهیدان احد، شما از ما سبقت کردید و ما هم با خواست الله به شما می پیوندیم و من هم به نزد شما می آیم. و چون او صلی الله علیه و سلم از نزد شهیدان احد باز می گشت، از چشمانش اشک جاری گشته به گریه آمد. یارانش گفتند: یا رسول الله، چه چیز شما را به گریه آورد؟ گفت: پزمان برادرانم شده ام. گفتند: آیا ما برادران تو نیستیم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت: نه، شما صحابگان و یاران من هستید، اما برادرانم قومی هستند که پس از من می آیند و به من ایمان می آورند در حالی که مرا ندیدند. پس از گذشت 6 روز رنجوریش باز بیماری و دردمندیش بهتر گردید که آن زمان در خانه همسرش میمونه الله از او راضی باد بود و گفت: همسرانم را به نزدم بخوانید. همسران گرامیش همه گرد او صلی الله علیه و سلم جمع آمدند و از آنان خواست تا اگر ملال نباشد روزهای بیماریم در حجره همسری خردی عایشه الله از او راضی باد باشد. همسران همه گفتند: یا رسول الله، ما همه خواست تو را میپذیریم. محمد صلی الله علیه و سلم خواست از جایش برخیزد اما نتوانست. علی ابن ابو طالب به فضل ابن عباس
الله از آنها راضی باشد. آمدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را از حجره همسرش میمونه به حجره عایشه، الله از آنها راضی بود، بردند. و صحابگان باری اول رسول الله صلی الله علیه و سلم را در چنین حالت می دیدند. همگان در مسجد جمع آمدند. یکی از دیگری با تعجب و با آواز پست می پرسیدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را چی شده است؟ عرق از تن رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری بود. عایشه رضی الله عنها میگوید در زندگیم کسی را ندیده بودم که با چنین شکل عرق از تنش روان باشد. من دست رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته و با دست خودش رخسارش را می موریدم، زیرا دست رسول الله صلی الله علیه و سلم از دست من خوبتر و پربرکت‌تر است. و او صلی الله علیه و سلم می گفت لا اله الا الله. مرگ دارای سقرات است. چون سخنان مهربانانه اصحاب در مسجد زیاد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت چی خبر است؟ گفتند یا رسول الله برای تو در هراسند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت مرا به نزد آنان برید و خواست خودش از جایش برخیزد به نزد آنان رود، اما دیدند که نمیتواند. سپس او را به مسجد آوردند. چون او را به منبر برداشتند، آخرین خطبه و آخرین سخنان خود را به یاران ابراز داشته فرمود ای مردم، چنانی که من میبینم شما از جان من در هراسید. صحابگان گفتند بله همین گونه است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس او صلی الله علیه و سلم فرمود ای مردم، وعدگاه ما به شما در این دنیا نیست، بلکه در نزد حوض یعنی حوض کوثر است. سوگند به الله گویا چنان است که من از جایم حوض را می بینم. ای مردم، سوگند به الله من از آمدن فقر بر بالای شما ترس ندارم، اما آنچه که از آن ترس دارم دنیاداری است که شما برای دریافت آن مسابقه میکنید و همانند آنها که هلاک شدند هلاک میشوید. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم تکرار به تکرار می گفت شما را به الله قسم می دهم که نماز را هرگز ترک ننماید و فرمود ای مردم، درباره زنها از خدا بترسید. درباره زنها به شما توصیه نیک می فرمایم. این چنین فرمود الله بنده ای را از بندگان میان دنیا و آنچه که نزد اوست گذاشت و بنده آنچه را که نزد الله است برتر شمرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از آن که از منبر پایان شود دعای برای مسلمانان نموده فرمود الله شما را در پناهش بدارد، الله شما را نگه دارد، الله شما را پیروز دارد، الله شما را پایدار دارد، الله شما را یاری دهد. و در پایان سخنش فرمود ای مردم، هر کسی از امتم را که تا روز قیامت از من پیروی میکند سلام و درود مرا بر او برسانید. بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم را خانه‌اش بردند و چون از خواندن نماز هم ناتوان گردید فرمود به ابوبکر بگوید با مردم نماز بگذارد.
عایشه رضی الله عنها گفت یا رسول الله، ابوبکر مردی دل نرم است و صدای پست دارد و وقتی قرآن میخواند زیاد گریه میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود باید با مردم نماز بگذارد. عایشه رضی الله عنها میگوید من دوباره سخنم را تکرار کردم، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شما زنها رقیق القلب یعنی دل نرم هستید، با او بگویید با مردم نماز بگذارد. عایشه رضی الله عنها گفت سوگند به الله من این را نمیگویم و من دوست می‌دارم که این مسئولیت از ابوبکر برداشته شود و میدانم که مردم هرگز دوست نمی‌دارند که کسی در جای رسول الله صلی الله علیه و سلم بایستد و چون این کس را در هر رویداد به فعل بد میگیرند و من دوست می‌دارم که این مسئولیت از ابوبکر برداشته شود. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم در خود اندک قدرت برای از حجره بیرون آمدن و نماز خواندن احساس کرد و با پای خود به مسجد رفت، در حالی که ابوبکر الله از او راضی بود با مردم نماز می‌گذارد. ابوبکر صدیق خواست یک کنار شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او اشاره کرد تا در جای خود بماند. او صلی الله علیه و سلم آمد و کنار او ابوبکر نشست. در همین لحظه یعنی لحظه های آخری از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که عبدالرحمن ابن ابوبکر الله از او راضی بود در دست مسواک و نزدش وارد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی مسواک می نگریست، اما از شدت بیماری نمی توانست بگوید مسواک را به من ده. عایشه رضی الله عنها درک نمود که او صلی الله علیه و سلم چی می خواهد و برای همین مسواک را از برادرش عبدالرحمن گرفت و در دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت. پس از آن دختر یگانش فاطمه الله از او راضی بود به نزد پدرش وارد گردید و اشک از چشمانش سرازیر شد، زیرا هرگاه دختری جگربندش به نزدش وارد می شد رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایش برخاسته از پیشانیش بوسه می کرد. اما این دفعه حال صورت دیگری گرفته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت به من نزدیک بشو ای فاطمه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی به گوش فاطمه گفت و گریه‌اش بیشتر گردید. و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که فاطمه گریه می کند باز گفت به من نزدیک بشو ای فاطمه. باری دیگر او صلی الله علیه و سلم به گوش جگربندش چیزی می گفت و دیدم که فاطمه این دفعه می خندید. پس از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم از فاطمه پرسیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به تو چی گفت؟ فاطمه الله از او راضی بود گفت بار اول به من گفت ای فاطمه من امشب به نزد پروردگارم می روم. من گریه کردم چون دید که من گریه می کنم. باری دیگر گفت تو اولین کسی خواهی بود که به نزد من می آیی و من خندیدم. عایشه رضی الله عنها می گوید پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم از کسانی در خانه بوده خواست که هر دوی ما را تنها گذارند و از من خواست که به او نزدیکتر شوم. او صلی الله علیه و سلم سرش را در بغل همسرش گذاشت و دستانش را بالا نموده دعا میکرد که آنگاه جبرائیل علیه السلام به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد و گفت
یا رسول الله، فرشته مرگ پشت در است. اجازت وارد شدن به نزد شما را می خواهد و از کسی قبل از شما اجازت وارد شدن را نخواسته است. محمد صلی الله علیه و سلم گفت: به او اجازه بده ای جبرائیل. فرشته مرگ به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد و گفت: سلام الله بر تو ای رسول الله. الله مرا فرستاد تا تو را بین این که در دنیا باقی بمانی و یا این که به نزد پروردگارت بروی. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: بلکه رفیق اعلی. پس فرشته مرگ در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و از روح پاک محمد ابن عبدالله خواست تا به سوی رضاگی پروردگارش از تن رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شود و دیدم که دست او صلی الله علیه و سلم پایان شد و سرش را در بغلم گذاشته بود. گران شد. این دم دانستم که جان به حق تسلیم نمود. از حیرت نمی دانستم چی کار کنم مگر اینکه در این مسجد را باز کرده و فریاد زنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم جان به جان آفرین سپرد. اینجا بود که مسجد همه به گریه آمد. علی ابن ابو طالب الله از او راضی بود از حیرت در جای خود نشست. عثمان ابن عفان به مانند کودکی گشت که از دستش به طرف چپ و طرف راست می کشیدند. عمر ابن خطاب شمشیرش را کشید و می گفت: کسی می گوید که محمد مرده است، سرش را از تنش جدا می کنم. و گفت: تنها او چون موسی علیه السلام که به ملاقات پروردگارش رفته بود برای ملاقات رفته است و خواهد برگشت. اما چون ابوبکر الله از او راضی بود به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد، چادر را از روی ایشان یکسو کرد و او را به آغوش گرفت و می گفت: ای خلیل الله، ای صفی الله، ای حبیب الله، ای نبی الله، بعد از این دیگر مرگ را نخواهی چشید.